ما گفتم امی نماز جمعه را رفتی بیادر گل آشک ماشکم چاش دخانه تیار کرده آدم زده شکمم یکم باددار دمی داخل نماز جماعت استاد استی که اتیات میخونی که بالا میشه جرد میره از نگاه دین چی کنی؟ والا پس اثر برو دیگه وضو که نه باز این ملت چطور کنی جماعت بالا روی؟ والا ما خب این کار تا بالا نکردیم مگه خب مشکلی نیست میشه دیگه بخو نه تا بالا یک پا نشده ده بر ما خب میشه یک روز شوه بازه میره پیشبینی دینی چی از خودت میره یک مسلمان پیشبینی چی از دمی قبال از امان هزاره پرسان که کمان هزاره بسیار معلومات داره ده یک پا همیشه وقت می کار میکنه نسو صاحب اگه اجازه تو باشه جواب همین سوال ما بودم ابوبکر جان که از گوز نمیزنه اینا که اصلا مستقیما گوی خدا میکنن اولا چقدر بهتر بیستی برن نستو نادری چی آدم های لچکه میرید لایفت خودت یک آدم بزرگ ولی چی کنیم یک برای گویی گوز پدگاه کن چک پدره با بچه بد اخلاقه بهتر بیا نستو نادری من خب بخاطر تو چیز نمیگم اگه در لایف ها کیرش بخی کنم آزاد هستی ابوبکر بیا خیر اگه چیزی میگی صدا بکش تو دیگه لایو من گیرت کنم که چول جنگی میکنم کشات صحیحه بهتر بیا خر سگی سلام عرض میکنم خدمت نسو صاحب نادری بزرگ رهبر کشاد اندیشان در این مورد سوال جناب نادری صاحب یک موضوع رو میخواستم بگویم که رقم دایپرا در امریکا و اروپا هستک از دی این مورد چی نظر میتون که اینجا دایپرا در افغانستان به اشتکا استفاده میشه در اینجا کلانام دایپر میتونن استفاده کنن در این صورت من میگم که میشیشتی همی میخزی کلا میشه میره خب پیش بینی دین چی از بیادر میره خب کس بگوید خب یکی دلالش همیست که وقتی که مثال میگه که اگر امرویش به حساب یک ذره صداش بلندتر میباشه و یک ذره تخریبات زیاد میباشه باز بسیاری کسا دایپر وضع کردن که اگه او باشه کالایتون مردار نشه هنوزم یعنی که میتونن دیگه من نمیفهم خودت عالم دین هستی؟ نه من شنیدم خواستم که نظریه خدا بتونم در این مورد خیلی شما همی دعای قنوت با صدای زیبایتون یک تلاوت کنین بیادر که می برنامه منور شو باز استاد نسوی عزیز بخشش باشه در کلامتون شکر میتونن که دوستا از چی استفاده کنن از این پمپرا است برای آدم های کلام پمپرس از اون نمبر بچه پمپر حالا خود همیشه در نماز جماعت پمپر زده برینیم یک مشکلی ایجاد شده یک روز درود و احترام نادری صاحب بخیر نمیشه گوزه که تو پمپرز گرفت برادر بله چقدر مردمی کوتاه فکر هستیم ما ملت افغان رقمش برآمده تحقیقات کنیم صدا خفه کن بونی صدا خفه میکنه دیگه باید از ملا را کتی آدم باز نادری صاحب یک گپ دیگه شبرتون بگویم باز یک رقم عطرهای مختلف داره مثلا عطر گلو نه در کسی عطرش نمی جرد عطرهای مختلف هست در پیشرویش هنه که مزایمت هم نمیکنه تو به این اندازه همی جوکر چی میگه بیا دارم جوکر خود گپایت دی سوال سه نوع جواب داره نادری صاحب بفرمایید خدا جواب اولش تفتن یک تیمم او بچه نماز در جریان است جماعت جریان داره اتیات خواندی که می بالا می پری که جرد این حال بیادر جماعت در حال جریان در یک مسجد هستی که بیادر گل حداقل 1000-2000 نمازگزار هست ما بینای صفا هم هستی برای هم نماز مردم خراب میکنی باشی هم بیادر گل بسته مسجد وضعیتش خراب چی کنی؟ اینی رو یک کس نمیتونه یک دو کلمه گپ ده مجبور ملا را یک جای کدش استنجا بیتی این اتفاق در حال میفته که میبینی که کربن دی اکساید بسته فضا را میگیره آلوده میسازه اوزوی کلگی مشکنه نه خوب او برادری شما به دیگه میگم در جماعت هستی در مسجد 100-200 نفر است پشت سر 3-4 صف در پشت سرت از 2-3 صف داده می روید همین رکعت دوم خواندی که میتیات گفته که بالا شدی که غرد از پیش طلا خورده مسجد اعلا کنی برای از دم نمازگزار که نمازش خلاص شد و پوزت میده میکنه اگر نیک اعلان نکنی در جایت باشی بخوانی کافر گفته میزنن رای حل یک مسلمان نمیفهمد چی رقم مسلمان هستین شما مجبور سنگین بشینه او سنگین بشی که نماز دیگه خلاص شد بگه تو در وقت نماز گوز زدی
دیگه یک سوال است. به نظر من نفر تیر خدا باید بیاره نصوص رو در این صورت تیر خدا بیاره وقتی که نماز خدا شد برای در خفا سر وضو بگیره سر نماز خدا بخونه بس خدا. حسن پتان میگه قسم بخوره که من نبودم. حسن پتان میگه قسم بخوره که منم او بچه او قسم. این سوالای فلسفی است نه نادری صاحب، سوالای فلسفی است اینا، هر کدامش فلسفه داره. نادری صاحب یک تعداد از علما در این قضیه فتوا دادن، گفتن که اگر کسی که سر خود اعتبار نداره که میفهمه که به یک کاسه آش خوردن و یک ظرف دال نخورد قرمه دال نخورد یه حادثه اتفاق میفته، باید مقداری از همون آشک و کاسه دال نخورده قرمه دال نخورده در مسجد بیاره به دیگران بده که کلی یک جای موزشون بشکنه. نه تو دیگه طرف میری. چی رقم سوال بودک ناظری صاحب؟ بیادر نماز جمعه است رفتی تمام ملت مسلمان منطقه و قریه تان کلگی آمده مسجد، حداقل در مسجد یک 200-200 نمازگزار یک 15-16 صف جور است. خودت دمی صف هفتم یا هشتم است، یک 5-6 صف دمی رویت است، یک 7-8 صف در پشت سرت است. امی بچه هایی که دمی صف استاد شده امی بر صف حداقل 25-30 نفر هم هست. جای پای ماندن نیست که نه عقب بروی نه پیش بروی تایی که سلام گشتانده نشه. این همیجا رکعت اول خوانده میشه، دوم خوانده میشه، راحت میخونی، اتحیات خوانده میشه، امی که استاد میشه که جرد خطا میخوره از پیشن. این جای این طرف تام کسی یک کاکاگه که بسیار خطرناک تندرو، این طرف تام یک بچه بسیار احساساتی تندرو که برای این قنفری را که از دم رویش میبرای خوب بعد از ختم نماز پوزت میده میکنه که بشینی بسته مسجد پوزت میده میکنه. گوزت رفت چرا ماندی؟ این حال یک مینیس یک مسلمان پیشبینی همی حالت چیست؟ دین خب پیشبینی هم هست. من حیث چی میگن یک مسلمان اول صحیحش میگم باز تفضیل بعدی را باز برای دیگر رقم میگم. اولش خب میگن که وقتی که همونت یک حالت میسرد بینی تا محکم بگیری گویا یا نه خونی بینی شدیم نه چک سر کالا و ترا به مخاطر وقتی که میگه در سجده که میریم دو قسمت شخصا نزدیک بینی باشه نسوسم که بازمون تو محکم میگیری بینی تا مبرایی که یا نه ما چی خونی بینی شدیم گویا مردم فکر کنه خونی بینی شدیم مبرایی دیگه این حال ما قربان سرتشم پس میم سر جوابای خود ما شما میشان او بدر اول نمون نفر که نماز جمعه میره فهمید اول چک کنه که فهمید گفته یکم از جای که آواز مبرایی و بلاور نشده باشه یا کمک فهمیدی متوجه باشه دیگه قربانت شم. نه همی گپی مرا بشنوی نو برادر امی یک سوال نه جواب. حال تو مسلمان که نداری جواب تو چی رقم مسلمان هستی؟ در مسجد در حالت نماز تراویح یا در حالت نماز بیادر گل یعنی در هر رقم نماز است در آمدی در جماعت بیادر گل جرتت بر آمده چی میکنی؟